چیه ما این روش استفادهش رو یه توضیح بدم. اینو باید درش رو باز کنیم به این شکل، بعد که آوردیم بیرون یه مقداری با فندک اینجوری حرارت میدیم تا همینقدر کافیه. بعد اینو من قبلا آموزشش رو داخل پیج گذاشتم. این خط و خشا پیداست؟ آره پیداست. خب اینو نگاه کن، این یه چیزی شبیه به معجزه میمونه. کیف قدیمی من. آره. بعد با یه پد پالیش میکنیم. آره همه رو برد. الان همین الان ما این خیلی کثافتی، ما این خیلی آشغالی، یعنی این به عقل جنم نمیرسید. دهن سرویس، تو نمیگی یه عملی پیدا میشه مامانو با کیف میزنه زیر بغل میبره؟ ها؟ واسه پولیش ماشین چند گرم از اینا نیازه؟ ما این دهنت سرویس.